واکنشی که من به اون اعدام دادم منجر به گرفتنم شد. یعنی دیگه فکر میکنم با خودشون فکر کردن که خب این با کشف حجابم تمام نشد، ساکت نشد و دیگه بگیریمش. منم میدونستم که میگیرنم و میگفتم تا اون لحظه هرچی بخوام میگم بس، چون اتفاق حتما میفته. منو جلوی در خونم پایین تو کوچه در واقع گرفتن که با دخترم داشتیم برمیگشتیم خونه و دور ماشین منو با یه چند تا ماشین دیگه گرفتن. حنا اول این ماشینا رو ندید، چون اون موقع میگفتش که من تنها آسانسور سوار میشد براش جدید بود و پرستارش تو خونه بود که در روش باز کنه. گفت من زودتر میرم بالا، میخوام خودم آسانسور سوار شم. این که از اون حتما اونام دیدن، این که از پله ها رفت بالا، اینا دور منو گرفتن. یا آقای اومد از تو آینه دیدم اومد و زد به شیشه و منم اینقدر شیشه